تاخت و تاز، تازیانه، دویدن، ساختن و یک سری کلمات دیگر که همگی در این ویدیو دکوده میشه. از کجا اومده؟ دری چجوری ساخته شده؟ این سوالات رو در روند کلمات و شکلگیری اونها به وضوح مشاهده میکنیم. تاخت و تاز. تاخ، این حرکت تاخ هست، با فشار و سرعت بر چیزی کوبیدن. تاخ تاخ تاخ. اوزادابان مثلا پاشنه بلند تاخ تاخ میکنه، درسته؟ تاخ. تاخماق در ترکی فعلی هست نزدیک به تخماق. تخماق رو میگم تا بدونی آشنا بشی. آبگوشت، خب سرهم کردی داری میخوای بخوری، اون گوشته و سیب زمینی رو با چی میکوبی؟ با تخماق. تخماق به ترکی. تخ، تاخ نزدیک هم به هم. سخ، ساخ. ببین، تخ، تاخ، سخ، ساخ. از همین سخ یعنی فرو کردن، ساخ، ساختن به وجود میاد. این تخ، تاخ، تاختن. چیزی که تخماق رو تصور بکن، تاخ نزدیک هم به هم. کلمه سازی ترکی اینجوریه، به خاطر همین هیچ مشکلی نداریم با پیدا کردن هویت کلمات. مثلا میگی ساخ، میگیم سخ هست. تاخ، تخ هست. یاخ هست. یاخ با مالوندن، این بار فشار نیست، این بار یه چیزی رو میمالونی، یاخ. ولی این تماسه هست. حالا این تماسه میتونه با فشار و سرعت باشه. تاخ میتونه نوازشی باشه، یاخ. یاخ جتسن، یاخالا، یاخالا یعنی بمال بهش بره. یه چیزی مثلا یه سیمانی چیزی میخوای رو دیوار بزنی، یاخ، یاخالا جتسن. ببینی کلمات نزدیک به هم با مفهوم نزدیک به هم در ترکی حرکت میکنه و این ساختار ترکی مشخص میکنه کلمات خودش رو. اگر مثلا ما از جایی حتی در منابع دیوان لغات یا کتاب‌های دیگه، کتاب‌هایی که شناسنامه ترکی هست بر 1000 سال پیش، دیوان 8 جلد کتاب یا گوتاد بیلیک و اینها رو اگر نداشته باشیم، ساختار خود ترکی گویاست. کلمات رو کنار هم میاریم، یعنی نیازی دیگه به منبع حتی نداریم. چرا؟ چون کلمه سازی ترکی از خودش دفاع میکنه. سز، 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 ساز، سوز، سیز، سز، سوز، سز. ببین این 9 کلمه که بنیان صدها کلمه است. سز، سز، سزمک، سزن اکسو فهمیدن، آرام درک کردن. ساز صدا آرام تولید میکنه. سز حرفی که اصوات هست آرام حرکت میکنه. سوز فیلتر کردن، آرام از چیزی رد شده. میبینی 9 تا کلمه ترکی بغل هم با یک مفهوم نزدیک معانی مختلف میسازن. در تفکر میاد سز میشه، سوز اون حالت فیزیکی فیلتر کردن میشه. یعنی سزمک همون سوزمک هست ولی هیتش متفاوته. سزمک تو افکار رو درک میکنی، میگیری، فیلتر میکنی. سوزمک یه سری مواد رو از چیز دیگه فیلتر رد میکنی. سوزور، میفهمی؟ یا ساز، سوز. سوز هم موسیقی، حرف زدن. الان که حرف میزنم یه موسیقی داره تولید میشه و ساز هم همین موسیقی رو تولید میکنه. میبینی ترکی در این حد انسجام داره و حتی اگر منابع نباشن، خود ترکی فقط بمونه، گویا هست بر خودش. حالا تاخت و تاز و دویدن، این 3 تا. تاخ رو یه خورده توضیح دادیم. تاخماخ. خب این تاخماخ در هم فرو کردن با فشار میاد تاق رو میسازه. تاق که بعد تبدیل میشه به تاق چه، با چه وند دیگر در زبان دری از ترکی. تاخ چه، همه اینها اول تا هستن. تاختا، دولما، تاوا. میبینی همه اینها بعد تبدیل به ه میشه. مثل همین انه در تازیانه که میگن یک وند هست در دری. اینو دقت کن. تازیانه رو بهش میرسیم بعد تاخت و تاز و
ولی این پیش وند انه رو چون گفتم اینجا، یانا یانا، یانا یانا، فرغانا. ببینی انه اینجا آنا هست، اون تداوم رو میده به کلمه. حالا تازیانه رو همینجا داشته باش، بریم سراغش. تازیانه ما بین تاخ که تاختالاماق رو هم تخته رو هم میسازه که از این کوبشه مثل تخماق، میرسیم به تاختالاماق و تخته رو میسازه، تخته. خب این تاخ و دو، تولازلا، تولا. حالا برسیم به تو والدم، سرعت گرفتم، توله جلده، با سرعت اومد. تولا، با سرعت چرخوندن. لازلا. میبینی تو دو، دویدن هست در دری. چقدر در ترکی ساختار داره کلمات هم خانواده. چرا؟ چون خونیوادش فک و فامیلش اینجان، ولی اونور یک کلمه وارداتیه. در گویشی از ترکی، زبان دری زبان پیجین هست، زبان مونتاژیه. فقط ترکی نیست، از عربی هم گرفته، هندی هم گرفته، چون مقصد هدف تولیدش، هدف ساختش این بوده که بین ملل زبان میانجی باشه و همین نقش رو ایفا کرده. در هندوستان زبان میانجی بین ملت ها بوده، 200 زبان که برای اینکه بتونن با هم ارتباط داشته به یک زبان ساده نیازمنده. حالا اینجا موضوعی مطرح میشه، آقا پس این ترکیه چرا باش مخالفت بکنیم؟ این زبان ساده، هر چیزی در جایگاه خودش، زبان ساده و مونتاژیه که عقیمه، چون به شکل آزمایشگاهی تولید شده، توان باز تولید نداره، زنده نیست. ببین زبان، کلمات یک موجودات زنده‌ای هستن، در رشد هستن، حرکت میکنن و این زندگی رو ترکی داره ولی دری نداره. به خاطر همینه که الان کارشناسان همه دارن میگن آقا این زبان عقیمیه، نمیتونه در فلسفه بیاد کمکمون کنه، نمیتونه بیاد در مفاهیم عمیق، مفاهیمی که نیاز به تشریح داره بیاد بیان بکنه. چرا؟ چون چند تا فعل ساده داره. همین ترکیب ها رو وقتی در ترکی میبینی، آقا بیار تو ترکی، در دریای عظیم ترکی، پیشرفت جامعه، کسی که زبانی رو بلد میشه، زبانی با ساختار پیچیده، ذهنش هم قدرتمند میشه به همین تناسب. حالا تاخت و تاز و دو، تاخت رو دیدیم و ازش حتی سراغی زدیم به ساختن. خب تخماق، تاخماق، تاختن و ساختن. تو در ترکی دیدیم و ترکیب تاخ و تو میشه تاز، تاخت و تاز. یعنی به تاز نگاه بکن، تازیانه، با اون انهی که انه، یانا، فرغانا، اونی که از ترکی گرفته تداوم میده، تازیانه. همین کوبش تاخ رو داره، همین سرعت تو رو داره. تولازلا، تاخ، تولازلا، تولازلا، تازیانه به وجود میاد، متولد میشه. یعنی ترکیبی از این هاست، ما بین این هاست. پس داریم قشنگ میبینیم چطور ساخته شدن دری رو با بیس ترکی کلمات رو میگیره و با تفکر ترکی. یعنی در ساخت کلمات وقتی میایم به یک مفهوم دیگر نزدیک میشیم، باز اونجا کلمات ترکی رو میبینیم. تاختن، تازیدن، تازیانه، کلمات صدها کلمه با همین اساس ساخته شده، میاد و بر همین اساس یه سری کلمه سازی همیشه در زبان اینجوریه. وقتی یک کلمه وارد میشه، حتی مثلا شاید از یک زبان دیگه هم گرفته بشه، مثل رستن که بیاد بعدن رویدن رو ازش میسازه، این از اسلاویک هست. روس، خود واژه روس یعنی همین رشد. میبینی همه اینها بر اساس همین روس
یعنی حرکت کردن، بزرگ شدن. خب رستن، رستم رو حتی میسازه و اینها تماما بیس اسلاویک داره در زبان دری. حالا ریشه خودش از کجاست در زبان‌های اسلامی، ولی خب مربوطه در علم زبانشناسی، مربوط هست به زبان اسلاویک. یک روال این شکلی داره، یعنی از جای دیگه هم بگیره کلمه رو میاد در داخل زبان کم کم یه سری واریانت های مختلف، اشتقاق های مختلف ازش تولید میکنه. پس اساس رو میبینیم. چرا؟ چون وقتی در مورد دری صحبت میکنیم میریم به 1500 سال پیش، جامعه سوداق. پس این رو باید در نظر بگیریم. اولا فاصله زمانی که داریم، فاصله مکانی که داریم. مکانش کجاست؟ در نزدیک مثلا ترکیه شرقی. وقتی مثلا جامعه رو میاد میگه، ما میگیم اینجا ما یاما استفاده میکنیم، یاماخلاماخ، یعنی یه تیکه رو به دیکه دیگه یاماخلادم، یاما. ولی در ترکیه قزاقی همین یه به ج تبدیل میشه، یاما، جاما، جامع اونجا در جریان هست. مثل یول که ما میگیم اونا میگن جول، مثلا یلان اونا میگن ژیلان، زیلان. فهمیدی که شیلنگ از همین ژیلان ساخته شده، شبیه ییلانه، یعنی مار، بیس مار اومده تبدیل به شیلنگ شده. پس اون تلفظی که اونها، پس اون محوریت مکانی رو هم باید در نظر بگیریم، علاوه بر زمان که بریم در گذشته مثلا ترکیه 1000 سال پیش رو ببینیم. اونجا دیگه کلمات رو به وضوح مشاهده میکنیم که همین کلماتی تو اینجا ترکیه الان تو دیوان لغات بخونین، مثلا زنگ رو اومده زده که ترکیه به عنوان ترکی. خیلی از کلمات دیوان لغات رو باز بکنید بخونید، چون نزدیکی داره لحاظ زمانی، به وضوح مشاهده میشه. پس این فاصله زمانی، فاصله مکانی هم باید درگیر قضیه بشه تا ساخته شدن دری رو به خوبی بفهمیم. نتایج فهم این که دری گویشی از ترکیه و چرا متخاصمین این رو تغییر دادن. مثلا اومده جدیدن براش یه گرامری نوشته که قبلا هیچ وقت گرامر این زبان رو هم خود ترک و عرب می نوشته. همیشه در تاریخ نگاه بکنید، اولین شخص مثلا کمال بوده. همین اواخر یکی روی گرامر انگلیسی 100 سال اخیر گرامر، یعنی دستور زبان فارسی نوشته شده و اون رو جدا کرده دستور زبان عربی که همیشه با توجه به اون نوشته میشد. خب همین نکته کافیه که بفهمیم غرب متخاصم اومده ماهیت این زبان رو عوض کرده و چیزی که قبل بوده رو تغییر داده. کارشون اینه، با ذهنیت سازی یه تجسم جدید به یک ملت میدن و از انرژی اون ملت در جهت منافع خودشون استفاده میکنن. شیوه اینها اونه. پس درک و فهم این واقعیات ما رو از اسارت اونها رها میکنه، نهایتاً به اینجا میرسه. پس در زمینه تاخت و تاز و دویدن و اینها افعال اصلی هستن. وند انه بررسی کردیم اصلی هستن. پس این زبان گویشی ترکیه و دری زبانان اکثرا ترک نژادند.